به به حاجی چه پیتزایی. نه نه آقا بخورم. آقا چرا خوردی؟ سهم من بود. گو خوردی. تو کباب بیشتر دوست نداشتی. پیتزا هم دوست دارم، اون جنوش دوست داشته باشم. چی دوسته بابا؟ تو همه چی کباب سفارش میدی. دوست دارم بابا کباب دوست داری. آروم یکی صبح خودت کبابه داداش. یه پیتزا هم همونقدر دوست دارم دیگه. اگه میشم چیزی هم پیتزا هم کباب. یه ایده بزنم. چی؟ اگه پیتزا رو با کباب ترکیب کنیم چی میشه؟ برو بابا این اصلا آشغاله. به والله اینو من عملی میکنم. نمیتونی چه شکلی؟ گو نخور من انجامش میدم. داش نمیخوری غذا تو؟ اگه میشه من بردارم داداش. مگه نمیدونی من عاشق کبابم. خیلی خب بچه‌ها، ما الان اومدیم بیرون، داریم میریم سمت خرید وسایل. به وسایلی که نیاز داریم دقیقاً همون وسایلیه که ما داخل پیتزا استفاده میکنیم. به قارچ نیاز داریم، اول از همه فلفل دلمه نیاز داریم. فلفل دلمه خیلی مهمه و پنیر پیتزا. این سه تا چاشنی رو ما میخوایم و اصلش هم کباب کوبیده است که ما کباب کوبیده رو نداریم، خودمون درست نکردیم. حقیقتا نه من بلدم نه کسی بلده. ولی اگه این ویدیو رو لایک کنید و کامنت بذارید تو یه ویدیو میرم کباب کوبیده رو درست میکنم، چون واقعا اصلا نمیدونم چطوریه. 2 عدد فلفل دلمه خیلی پیرن حاجی، بندگان خدا پیر شدن، انقدر زندگی فشار گذاشته. خب این 2 تا فلفل دلمه و نیم کیلو هم قارچ. آقا ما خریدا رو انجام دادیم، یه نیم کیلو قارچ گرفتیم با 2 تا دونه فلفل دلمه. فقط پنیر پیتزا مونده که بعد اونم بریم بخریم و بریم خونه خمیرشو خودمون قراره دستی آماده کنیم دیگه. یه چالشی برامون بشه دیگه. برو بریم سراغ چالش بعدی. برو بچه برو، برو بچه برو، کم میاد چشم و ابرو. برو بچه برو، کم میاد چشم و ابرو. خب پنیر پیتزا هم بیایم برداریم. از کی تولو پنیر پیتزا شده 150,000 تومان؟ 350,000 تومان تقریبا شد. البته من این شکلات هم برای خودم برداشتم، یه شکلات فرمند. ولی خب پنیر پیتزا 170,000 تومان مگه میشه حاجی؟ من نمیدونم، تا همین چند ماه پیش میخریدم ولی تا آدم از جیب خودش خرج نکنه متوجه نمیشه. بریم خونه که خمیر رو باید آماده کنیم، بعد تازه بریم کباب بخریم. دهنمون سرویسه. خب بچه‌ها ما الان اومدیم خونه، وقتشه که آردمون رو درست بکنیم و جالبیش اینه یه دوربین دیگه هم داریم. دوربین 2، دوربین 1. از دوربین 1، دوربین 2. ایتا دوربین 1، دوربین 2. دوربین 1 2. ما 2 تا دوربین اینجا داریم و میگم پیشرفت تو کار ما هر روز قراره بیاد اگه شما حمایت بکنید. برای ساختن خمیر هم ما اینجا یک متنی داریم که مادر عزیزم برای ساختن غذاهای خوشمزه برای ما اینجا گذاشته. طرز تهیه خمیر پیتزا برای 6 نفر، اما ما یه نفریم. این 6 نفر. آرد 4 لیوان. این آردمونه بچه‌ها. این دوستان بهش میگن خمیر مایه خوش. ببین ازش بخورم چه مزه‌ایه. میمیرم میخوام بخورم. مونده رو دندونه. هیچ وقت خمه یه چیزی امتحان نکنید. داشته باش. اول از همه آب ولرم و شکر را به خوبی مخلوط کرده. این آب ما هستش، میریزیم. به نظر میاد یک کوچولو دیگه کافی باشه. 1 الی 2 قاشق چایخوری. ما 1 قاشق میریزیم. نگاه کنید این قاشق چایخوریه بچه‌ها. من اینا رو بلد نیستم.
ولی به شما دارم آموزش میدم که خونه تنها شدید بدونید چجور غذا بخورید. حالا اینو به خوبی هم میزنیم و سپس مایه خمیر رو به آن اضافه میکنیم و 10 دقیقه صبر میکنیم. مایه خمیر ما به این اندازه برداریم کافیه. مایه خمیر رو هم میزنیم باش. اینو باید بذاریم روش. 10 دقیقه باید بهش زمان بدیم تا استراحت کنه. خیلی گشاده. و یه نکته اینجا داره، نمیدونم دقت کردید یا نه، ما یه کرکتری اینجا نقاشی شده داریم که خواهرم نقاشی کرده و این کرکتر گی هستش و ما اینجا گی ها رو راه نمیدیم. ببخشید. خیلی خوب، به مرحله دوم خوش اومدید. 10 دقیقه گذشت، یه خورده از 10 دقیقه هم بیشتر. الان در مرحله بعدی قراره که ما نمک و روغن رو به این ترکیبمون اضافه کنیم. اول از همه نمک رو برمی‌داریم به این اندازه‌ای که اینجا هست. فکر کنم یه خورده ما بیشتر برمی‌داریم که کافی باشه و نمک رو میگیریم در انگشتانمون. میخوام یک روشی رو بهتون یاد بدم که هر جا رفتید غذا پختید بگن حاجی روغن به اندازه نیاز. ما هیچ برندی رو دوستان، یه لحظه واسا، اینا رو من نمیدونم چرا کسی نکنده. ما هیچ برندی رو تا زمانی که اسپانسرمون نشه تبلیغ نخواهیم کرد. برندهای عزیزی که خواست همکاری دارید، قصد همکاری دارید، لطفاً پیام بدید چون ما هیچ گونه تبلیغی نمی‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فکر کنم کافی باشه. ایشالله که کافیه. نه حالا چرب میشه حال میکنیم دیگه. قند خون و چربی همه میزنه بالا. هم نکنید این موجی که اینجا میاد رو میبینید. این موج همیشه باید بیاد. به نظر که ترکیب خوبی شد. آب رو میریزیم برای آرد به این تو. این از آرد ما. حالا این ترکیب رو ما به این ترکیب اضافه میکنیم. به. آرد رو به اندازه نیاز میریزیم. بقاشق میریزیم. باز هم میریزیم. تا جایی بعد این آرد رو بریزیم و همش بزنیم که دیگه به دست نچسبه. ما دستامون هم شستیم و به بخش انقلابی ویدیو رسیدیم. جایی که من باید بازم بریزم. واو، زیر ناخونا خیلی زیباست. باز هم باید بریزم. زیبایی. آها داره خوب میشه، کم کم داره خوب میشه. فعلا نریز. بذار ما یه خورده اینو هم بدیم. بچه‌ها وضعیت دستای منه. اون پشت صحنه دارن درست میکنن خمیر رو. من بذار بخورم تست کنم چجوریه. حاجی خدایی خوشمزه درست کردم. بخور. این شد خمیر ما و چقدر زیبا شده. واقعا دلم میخواد از ته دل ببوسمش. توی لبمون. خیلی خب بچه‌ها، ما اینجا فلفل دلممون آوردیم به علاوه قارچمون. حالا شما اینا رو باید اینجوری درستش کنید. همینقدر که ما فلفل دلمه درست کردیم کافیه. حالا قارچ عزیزمون رو ببین بچه‌ها، قارچ رو خیلی خوب میخوام قشنگ زاویه دار براتون چیز کنم. یه دونه دیگه هم میزنیم و میریم. برو بریم کوبیده رو بخریم. بیان یه کوبیده با کیفیت قراره بخرم. افروز هفته چرا دل میگه بسه. برو بچه پر رو. آقا قارچ خالی من تا حالا تست نکردم. برای اولین بار میخوام تست کنم. God of pain, of suffering, of destruction. حالا سب کن. خب بچه‌ها، ما رفتیم سفارش‌ها رو ثبت کردیم. یه ربع طول میکشه آماده شه. ساعت تقریبا 10:10 است و بعدش باید بریم دیگه شامو بزنیم دیگه. بریم بسازیم ببینیم که آیا کوبیده پیتزا خوشمزه میشه یا نه. خیلی خب بچه‌ها، ما تمام آیتما رو آماده کردیم. این کوبیدمونه
که اندازه 3 سیخ گرفتیم، بس قارچمونه، فلفل دلمه و در نهایت خمیرمون. این برای اینکه دستمون رو توش بزنیم و آردو جمع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خمیر رو برمی‌داریم، به نظر هم اندازه اینقدر خمیر بس میشه. میاریم رو کف کار. حالا اینو ما اینجا پخشش میکنیم. اشتباهات قبل رو بچه‌ها تکرار نکنید به هیچ عنوان. دیگه با 2 تا انگشت نیایید، با یه دست بیایید. وای چه خمیری درست کردم، پشمام. خمیر پیتزای کلفت کته کلفتی. ما این رو روشن میکنیم بچه‌ها. روشن کردنش چطوریه؟ و به این شکل به برق وصلش میکنیم. نه ترس پسر، نه ترس، تازه شروع شده. اول از همه ما نیاز داریم که کف رو با سس درست کنیم. چاشنی هر پیتزایی سس هستش. به به چه سسی. پنیر رو به اندازه ما اینجا اینو بذار. با دست میخوام بذارم. مشتریانی که میان اینجا با خاکی باشن دوستان. ما اینجا با کسی رو درواسی نداریم بچه‌ها. فلفل دلمه رو ما میریزیم. دلم بارشون میسوزه. حاجی شما خیلی با نون سنگک خوشمزه تر بودید. اینا خیلی با نون سنگک خوشمزه. پیتزایایی که دیدید میگیرید بچه دونه دونه میندازن. یه دونه برمی‌داره یارو میندازه. اصلا درست بلد نیستم من. اصلا قارچو اینطوری میذارن قشنگ. اینجوری میذارن دونه دونه. اینجوری پخش میکنن. اصلا همه رو نمیریزن که. به نظرم دیگه کافیه. پنیر پیتزای نهایی هم ما بریزیم و بذاریمش توی فر تا آماده بشه. این پیتزای زیبای ما شد و در نهایت این پیتزا رو میفرستیم توی فر که ببینیم که چه بلایی سرش میاد دیگه. و در فر رو میبندیم. این تا 28 دقیقه دیگه آماده میشه و ما میریم ببینیم که امیدوارم چیز خوبی از آب در بیاد. این همه دهنمون سرویس شد. به آرامی. وای چقدر توپلیه، چه بادی کرده. میخواد از شدت عشق منفجر شه. اینقدر که من عنصر عشق رو در درون این رویوندم. خیلی خوب، اینو ما میذاریمش اینجا فعلا. یه دقیقه پیش خودش باشه. اوه شت، ده الان میشکنه، الان میشکنه بچه ها. الان اوه شت، الان میشکنه. وو 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 وو، زیباست. ما چه اولا بهم بده. اوه، این در نهایت شد پیتزای زیبای ما. شما قراره از غذا بگیری نه از من. و ما این محصول رو هم خریداری کردیم و به این شکل وسط درستش میکنیم. ماشاءالله ماشاءالله، خدا بده برکت داشمید، خدا بده برکت. پیشنهادم به دوستان اینه که اینو بدون سس بخورید چون که کباب توش داره. ببخشید. مزه خاصی نمیده. مزه خمیر و پنیره. من یه دونه اسلایس دیگه میزنم میکشم کنار چون واقعا مزه‌ای نفهمیدم. درست دل و رودش ریخته بیرون ولی بازم خوب چیزیه. من به این 8 رو میدم و پیتزای کباب کوبیده میشه. طعم بدی نمیده، خداییش خوشمزه است و لذت بردیم از این پیتزا. نه اونجوری نه، مثل آدم. شما هم درست کنید بگید ببینم نظرتون چیه. به نظرم غذای خوبی بود. دوست دارید سری بعدی چه غذایی درست بکنیم؟
نظرتون با پیتزای قرمه سبزی چیه؟